اگه تا حالا برای جذب پول روش‌های مختلفی رو امتحان کردی، کتاب خوندی، مدیتیشن کردی، حتی چند بار قانون جذب رو تمرین کردی، ولی هنوز حس می‌کنی یه چیزی کار نمی‌کنه، ممکنه به خاطر این باشه که تو داری از بیرون شروع می‌کنی. می‌خوای اول ثروت رو ببینی، بعد احساس ثروت کنی، که خب این برعکس کار می‌کنه. نویل گادارد، یکی از اساتید عمیق و قدیمی این حوزه، میگه جهان آینه‌ای است که پیوسته آنچه را در درون خود انجام می‌دهی باز می‌تاباند. بیشتر آدم‌ها هر روز صبح با همون افکار و همون باورهای دیروز از خواب بیدار میشن. همون فکرهایی که شاید سال‌هاست باهاشون زندگی می‌کنن و حتی نمی‌دونن چقدر زندگیشون رو شکل داده. این افکار مثل امواج نامرئی هستند که ارتعاش یکسانی رو هر روز به جهان می‌فرستن و در جواب همون اتفاقها، همون روابط و همون شرایط تکراری دوباره و دوباره برمیگردن. مثلا اگه سالهاست که عمیقاً باور داری پول درآوردن سخته یا فقط یه عده خوششانس پولدار میشن، حتی اگه 10 تا شغل عوض کنی یا 100 تا ایده جدید شروع کنی، باز هم جهان همون نتیجه قبلی رو برات میاره. تلاش زیاد، پول کم و حس این که همیشه یه چیزی کمه. یا فرض کن همیشه بر این باور بیدار میشی که هیچ کس واقعا نمیمونه یا همه یه جایی میرن و تنهات میذارن. حتی اگه یه روزی رابطه جدیدی پیدا کنی و همه چیز هم توش عالی باشه، دیر یا زود همون حس تکراری ناامنی و ترس دوباره ظاهر میشه و روابطت رو خراب میکنه. پس اگه واقعا میخوای پول بیشتر، عشق واقعی یا هر تجربه تازه‌ای رو جذب کنی، باید قبل از هر چیزی اون افکار و باورهای قدیمی و محدود کنندت رو عوض کنی. چون جهان جوابی به آرزوهایی که فقط توی ذهنت نگه داشتی نمیده، بلکه به ارتعاشی جواب میده که هر روز باهاش از خواب بیدار میشی و در طول روز نگهش میداری. اون چیزی که الان دور و برت میبینی، شرایط مالی، کار و حتی روابطت با آدم‌ها، در واقع نتیجه افکار و باورهایی هست که تو در گذشته داشتی. واقعیت امروزت صرفاً انعکاس چیزیه که قبلاً از طریق باورها و افکارت توی ذهنت ساخته شده، نه چیزی که قراره در آینده باشه. مثل تصویریه که مدتی پیش روی پرده افتاده و هنوز محو نشده. اما تو الان این قدرت رو داری که تصویر بعدی رو عوض کنی و آینده کاملا متفاوت بسازی. یه لحظه فکر کن و صادقانه به خودت جواب بده. چند بار تا حالا به خودت گفتی پول درآوردن سخته؟ فقط بعضیا خوششانسن. یا این کارا برای بچه پولداراست. یا حتی هر کی پول داره قطعاً دزده. این باورها الان مثل سایه جلوی تو وایستادن. پس راه حل عوض کردن واقعیتی که نمیخوایش اینه قبل از اینکه اون پول رو ببینی باید اون حس رو زندگی کنی، مثل کسی که از قبل توی این فرکانسه، حتی وقتی هنوز مدرکش رو توی واقعیت زندگیت ندیدی. خب حالا شاید بپرسی چطوری میتونم اون افکار و باورهای قدیمی که دیگه به دردم نمیخورن رو عوض کنم؟ بیا تا بهت بگم. هر شب درست قبل از خواب و هر روز صبح درست همون لحظه‌ای که تازه بیدار شدی و هنوز نیمه خوابی، زمانی که ذهنت بین خواب و بیداریه، بهترین زمان برای برنامه‌ریزی دوباره ذهنته و میتونی هر باور جدیدی که میخوای رو به ناخودآگاهت بدی. چشماتو ببند، چند نفس عمیق بکش، اجازه بده بدنت سبک و رها بشه. حالا تصور کن صبح شده، توی خونه‌ای هستی که همیشه آرزوشو داشتی. جزئیات رو واضح ببین، نور آفتاب که از پنجره میتابه، صدای آروم و گرم محیط. حالا حس کن ثروتی که میخوای همین الان مال توه. اون اطمینان و آرامش رو حس کن. انگار هیچ محدودیتی وجود نداره و هر خواسته‌ای برات در دسترسه. در طول روز هم هر وقت تونستی
حتی برای چند ثانیه دوباره به اون حس برگرد. اگر فکری اومد که با آینده‌ای که میخوای تناقض داره، مثلا فکر کمبود یا ترس، همون لحظه متوقفش کن و با یک فکر مثبت جایگزینش کن. نه با اجبار، بلکه با یادآوری این که این فقط یک فکر قدیمیه و من الان دارم برنامه جدید می‌نویسم. هر روز که این تمرین رو تکرار می‌کنی، ضمیر ناخودآگاهت شروع می‌کنه باورهای قدیمی رو پاک کردن و جهان قدم به قدم خودش رو با باورهای جدیدت هماهنگ می‌کنه. این تکنیک در مورد تظاهر کردن نیست. قرار نیست جلوی آینه بگی من پول دارم بدون اینکه واقعا باورش داشته باشی. بلکه باید فرکانس جدید رو تجربه کنی. مثل این که همین الان، همین لحظه، واقعا توی اون واقعیت باشی. نه فردا، نه یک روزی، همین الان. روز بعدی که بیدار شدی، شاید هنوز واقعیت بیرون تغییر نکرده باشه. اما هر روز چند دقیقه بازم به اون حس برگرد. تمرینت رو ادامه بده و صبر داشته باش. این کلید موفقیته. نکات کلیدی برای جلوگیری از اشتباه. به واقعیت الانت گیر نده. چیزی که الان میبینی فقط بازتاب گذشته است. اگه بهش واکنش نشون بدی، توی همون چرخه گیر میافتی. کنترل نکن. نپرس پول از کجا قراره بیاد یا چطوری قراره اتفاق بیفته. این سوالها تو رو توی فرکانس کمبود نگه میدارن. تو وقتی یه دونه میکاری نمیپرسی که چطوری قراره اون دونه رشد کنه. فقط هر روز بهش آب میدی و مطمئن میشی که جاش خوبه. قدردانی کن. هر چیزی که همین الان داری، حتی نفس کشیدن، یه لیوان آب، سقف بالای سرت، همش نشونه فراوانیه. وقتی قدردانی میکنی، انگار در رو برای انرژی پول و فراوانی باز میکنی. باورهای قدیمی رو بشناس. وقتی شک یا ترس میاد، بدون که این فقط صدای برنامه‌های قبلی ذهنته. قرار نیست بهش گوش بدی. فقط اونو با یک جمله مثبت جایگزین کن و برگرد به احساس فراوانی. از امشب شروع کن. همین تمرین رو امتحان کن و هر روز حتی چند دقیقه این حس رو تکرار کن. نه فقط برای جذب پول، بلکه برای اینکه خودت رو وارد یک واقعیت جدید کنی. وقتی واقعا حس کنی اون واقعیت جدید همین الان مال توئه، دنیا چاره‌ای نداره جز اینکه با این فرکانس هماهنگ بشه. پول، فرصت‌ها، آدم‌ها و اتفاق‌ها همه کم کم شروع می‌کنن به هماهنگ کردن خودشون با فرکانس تو.